سلام دوستان، من یه مدتی پاهام درد میکرد، اومدم این پک رو برای خودم گرفتم. البته عرق مفاصل 9 گیاه رو داشتم، اومدم فقط گرده خشخاش رو گرفتم و عسل گون که برای درد مفاصل، آرتروز، روماتیسم خیلی عالیه. کلا این پک برای درد مفاصل عالیه و میخوام انشالله از امروز شروع کنم به مصرف تا بهبودی حاصل بشه. حالا نحوه مصرفش هم بارها به عزیزان گفتیم. یک قاشق مربا خوری توی نصف استکان، حالا اون استکان‌های کمر باریک، آب ولم. البته من از عرق مفاصلم با این آبمون ترکیب کردم و بعد هم جرعه جرعه میل میکنیم تا انشالله بهبودی حاصل بشه.